توی بازار فارکس مبنای سود و زیان بر پایه پیپه و قراره تو این ویدیو کامل یاد بگیریم که محاسبه پیپ به چه صورته و قراره چطوری ما از پیپ استفاده کنیم. بریم شروع کنیم. پیپ یا همون واحد سود و زیان در فارکس. اعدادی که توی بازار فارکس هست 4 دسته هستن، 2 رقم اعشار، 3 رقم اعشار، 5 رقم اعشار، بدون یا 1 رقم اعشار. پس من دسته اول رو توضیح میدم، 2 رقم اعشار رو، که گلد یکی از این هاست. یکی از روشاش میگه رقم آخر از سمت راست میشه پیپت و رقم یکی مونده به آخر از سمت راست میشه پیپ. یعنی من اینجا 7 رو پیپت در نظر میگیرم، 9 رو پیپ. یه روش دیگه هم داریم، از سمت راست اگر بشماریم 5مین رقم میشه پیپ. 1 2 3 4 و 5. پس هر دو روش خیلی خوبن و جواب میدن. در محاسبه برای اندازه‌گیری سود و زیان از مقدار پیپت صرف نظر میکنیم. مثلا کار نداریم این چقدره. ما مثلا یه اصطلاح داریم میگیم مورچه چیه که کله پاچه‌اش چی باشه. حالا مثلا خود پیپ خیلی آدم درست و راستی نیست، خیلی هم چیز عجیب غریبی و بزرگی هم نیست حالا بخواد پیپتش چی باشه. ببینید اینجا 23 16 49 شده 23 16 58. ببین 23 16 با 23 16 این یکیه، فقط 49 این شده 58. کاری به این 11 پیپت تغییر نداریم، میگیم یه پیپ تغییر کرده. ولی یه روش دیگه ای هم هست برای یه زمانی که 23 16 78 شده 23 19 46. مییم اینجا چیکار میکنیم؟ گفتیم آقا اصلا من کاری ندارم پیپت چیه، اصلا حذفش کن. بعد میام ممیزم حذف میکنم، اینجا 2 تا عدد صحیح رو از همدیگه کم میکنم راحت. 23 19 4 از 23 16 7 کم میکنم، میشه چه عددی؟ 27. یعنی اختلاف این دو عدد 27 پیپه. اوکی؟ این یکی رو یاد بگیرید، ما بقیش هم آسونه، یعنی همشون از همین قانون دارن پیروی میکنن. بریم سراغ دسته دوم. دسته دوم میگه بدون رقم اعشار یا 1 رقم اعشار. گفتیم از سمت راست بشماریم 5می میشه پیپ. 1 2 3 4 5 و اینجا هم از سمت راست بشماریم میشه 5مین رقم. حالا یکیش اینجا یه حالا کرم بروکر من میگم چون تقریبا نمادهای یکی انگاهن، تو میبینی یکیش 1 رقم اعشاره، یکیش بدون رقم اعشاره همون نماده ولی نوع قراردادشون فرق میکنه. یکیش بر پای فیوچر طراحی شده، اینا عموما یکی از این نمادها یکی هستن ولی به علت نوع قرارداد یکیش CFDه و یکیش فیوچرزه. بخاطر دسته سوم میشه 3 رقم اعشار. غالبا نمادهایی هستن که یه طرف آنها ین هست، یعنی اگر یه طرف نمادی که من دارم استفاده میکنم ین بود به احتمال زیاد 3 رقم اعشار هست. این هم از سمت راست بشماریم 5 طبق اون الگوریتمی که قبلا گفتم آخریه میشه پیپ. چی گفته؟ آخریه میشه پیپت، یکی مونده به آخریه میشه پیپ. و اینم خیلی راحته اختلافش. ببینید این 148 ممیز 546 شده 149 ممیز 178. این به همون روش قبلی پیپتا رو حذف میکنیم، ممیز رو هم حذف میکنیم، 2 عدد صحیح میمونه. من این 2 عدد صحیح رو از همدیگه کم میکنم. اختلافش چقدر میشه؟ حالا من خودم انجام میدم، بعد شما گلای تو خونه انجام بدید. این که 0 میشه. 7 از 4 3 میمونه. 1 از 4 چون این میشه 8، این میشه 11، این میشه 63. من
تمرین گذاشته بودم دیگه، حالا پیشنهاد بازده رو خودم حلش کردم. نمادایی که 5 رقم اعشار هستن و خب این هم مثل همون دیگه، رقم آخر میشه پیپت، یکی مونده به آخر میشه پیپ. عموما نمادای مثل پوند یو اس دی، یورو یو اس دی. خب شاید یه سوالی پیش بیاد براتون، هر پیپ چند دلار هست؟ حالا ما میخوایم بفهمیم این چقدره.